دهم می سال 2016 ساعت تقریبا 1:30 در شهرک نورآباد که در دهه یابی لورد که یک جاله کلانترین بارید که هر یک جاله چنین 4 مغز سنگ بود. یک سلی وزمی ترین آمد خونه همسایه ما نشیشت برد. خدا جان یاردم ته در نامت نبرم پروردگار. خونه همسایه ما نزن بوراش نشیشت وقت کاسه و دکچه و ستل قربایی بود چای جوشک شو آورده خانه ما پیش کرد. خدا جان تو ولد من پری آب شیده پروردگار ایس الا خونه من پری آب شیده کوچیده سن همسایه ام. خدا جان یاردم ته پروردگار. ماشین شد تای قمرگ سنگ خاک شد. خدا جان بعد اکسکواتر آوردیم گرفتیمش. خدا جان یاردم ته آویلرد ماتم که ای روزی ماتم تا خدا جان شیرین در نامت نبرم یاردم که پروردگار در نامت نبرم. خدا جان شیرین پروردگار یاردم ته آویلر تماش گریه داره همسایه های ما زاری با 5 میگیریه بابای خودم زاری با 5 میگیریه. خدا جان یا ملا یار محمد دارم زاری با 5 میگیریه. او خدا جان شیرین یاردم ته. خدا جان دیگه او وقتی که جاله باری دیگه نه خنده های نه پنده فقط گریه های یا نمولک دزی چشمات آبی چشمات قاق منی و دیگه آخی آبی چشمات دیگه قاق نمیشه و فقط